خب بچه ها سلام، روز سرشونه هست. حرکت سرشونه رو من همیشه با این حرکت شروع میکنم. برای گرم کردن مفاصل سرشونه خیلی مناسبه و جلوگیری از آسیب. این حرکت رو 12 تا 15 تا 15 تا 20 تا میتونید انجام بدید. کلا حرکات سیمکش رو میتونید تعداد بالا برید و سنگینی حرکات سیمکش مهم نیست، مهم تمرکز توی اون. این حرکت هم برای جلوگیری از آسیب هست. اینو حتما قبل از تمرین سرشونه انجام بدین بچه‌ها. بچه‌ها همچنین این حرکت هم 15 تا 20 تا میتونید انجام بدین و خیلی عالی مفاصل سرشونه‌تون رو گرم میکنه. همچنین این دوتا حرکت، این حرکت و حرکت قبلی، عضلات دلتوئید خلفی را مورد هدف قرار میده. خب بچه ها، حرکت بعدی نشر جانب دمبل هست. دقت کنید که توی این حرکت یک نکته داره، آرنج ها همیشه بالاتر از مچ قرار میگیره. زاویه دست ها بدن 45 درجه. دست ها صاف نیست، خم هم خیلی نیست. زاویهش اینی هست که توی تصویر میبینید و این حرکت هم 12 تا 15 تا میتونید برید. وزنه باید متوسط بشه. بچه حرکت بعدی پرست سرشانه نظامی هست. دقت کنید که بالا دستا کامل صاف میشه. زاویه دمبل ها و آرنج با بدن 45 درجه هست و از برداشتن وزنه خیلی سنگین خودداری کنید که موجب آسیب نشه. وزنه‌ای که بتونید 12 تا 15 تا باهاش برید. بچه حرکت بعدی حرکت نشر پشت دمبل هست، اما یک نوع نشر خاص هست. این حرکت عضلات دلتوئید خلفی رو مورد هدف قرار میده، ولی دقت کنید که وزنه خیلی باید سبک باشه که اون بالا بتونیم نگه داریم و کاملا تمرکزی اجرا بشه. الان دمبلای دست من 5 کیلوه و فشار بسیار خوبی رو به عضلات دلتوئید خلفی میده.